ما داریم تواکل و داریم توکل. تفاوتشون فقط یک الفه. ت و کاف لام 4 تا حرفه، بهش میگن توکل. ت و الف کاف لام 5 تا حرفه. تواکل با الف یعنی تلاش نکردن، دست رو دست گذاشتن، انتظار نتیجه و ثمره داشتن. این بهش میگن تواکل. این مذمومه. اما توکل یعنی تلاش با برنامه، با حضور مشاور و کارشناس، بعد نتیجه رو واگذار کردن به خداوند. اینجاست که خداوند میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. میگه فمشو رو انجام بدید. خداوند میگه ما زمین را برای شما مهیا کردیم، گستراندیم، مسخر کردیم، برید در اطراف و اکناف زمین تلاش بکنید. فمشو فی مناکبها، تلاش بکنید، تلاش صحیح، و کلوا من رزقه، بعد از روزی خدا بخورید. توکل بزرگترین توفیق در زندگی است، بزرگترین معدن انرژی است. این توکل رو تو زندگی همیشه داشته باشید. ریسک نه، توکل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر مسلمانی هر روز صبح وقتی از خانه خارج میشه، برای هر امری، چه کشاورزه، چه پارچه فروشه، چه بازاریه، چه اداریه، چه صیاده، چه عالمه، چه معلمه، این دعای خروج بخونه: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی ساده است. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. خداوند یه فرشته میفرسته در گوشش، بهش میگه هدایت شدی. در جا 4 چیز نقبش میده: هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد، ناامید شد. وقتی انسان توکل میکنه، این هدایت به یک چیز درسته. این توکلت علی الله یعنی خودتو به خدا سپردن، حرکت کردن و خودتو به خدا سپردن. حسبنا الله نعم الوکیل یعنی چی؟ همینه. کلمات و آیه ها همدیگه رو تفسیر میکنن. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بعد از توکل ارزیابی، نیت، هدف، تلاش با برنامه، با حضور مشاور و کارشناس. توکل، ارزیابی. یه دفتر روزانه داشته باش. هر کاسبی، هر بیزینسمنی، هر تاجری، هر کسی، هر صاحب کارخانه‌ای، هر مدیری، هر پدری که مسئول خانواده است، هر کسی، هر شرکتی اگه حساب و کتاب نداره ورشکست میشه. هر مؤمنی تو زندگی اگه حساب کتاب نداره. این ارزیابی خیلی مهمه که خودتو سبک سنگین بکنید. کجای کارید؟ حالا 3 روز از رمضان گذشت، 4 روز. تو این 3 روز خودتو ارزیابی بکن. ناکو عقبی یا جلوی؟ نرمالی؟ چقدر عقب افتادید؟ یا متوسطید؟ اگه متوسطید میشه عالی شد، بعد میشه عالی ترین شد. شما دوست داری بهترین باشید؟ دوست داری یا ندارید؟ بگید دیگه، کمک من بکنید. پدر مادرت بیامرزه. اینجا کلاس دیگه، دور هم، یه جلسه دور همین. دوست دارید که بهترین باشید. سوال دوم: آیا بهترینید؟
شاید خودش میدونه که بهترینه. این اعتماد به نفس خیلی عالیه، خیلی عالیه. اگر دوست داری بهترین بشید و بهترین نیستید، میتونید بهترین باشید؟ میتونید. با یک کمی تلاش، توکل، برنامه ریزی خودتو جلو میندازی. پس اگر چیزی رو دوست دارید و فکر میکنید بهش نرسیدید، اگه یه نفر قبل از تو رسیده، نفر دوم هم میتونه برسه. هر کاری یک نفر در دنیا انجام داد، نفر دوم هم قطعا میتونه انجام بده. خوشنودی و رضایت خدا رو دوست دارید؟ خدا ازتون راضی باشه. من دعا میکنم خدا از همه ما و شما و برادران و خواهرانمون در کل دنیا خدا ازشون راضی باشه. به تلاششون هرچند که ناچیز باشه و زحمتشون ارج بنه خداوند و قبول، مهر قبول بزنه. ولی خوشنودی و رضایتمندی خدا با معصیت نمیشه، با طاعت میشه. فکر کنم دیشب یا امشب نمیدونم خوندن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو واقعا دوست دارید و میخواید که خدا دوستتون بداره، پیامبر میگه از من پیروی بکنید. فردوس رو دوست دارید؟ بهشت فردوس، الله، تو رمضان دیگه هر 80 درش باز میشه آنلاین. قبل از اینکه به فردوس اعلی برسید، به اون بهشت برسید، باید در دنیا در بهشت باشید. اول باید دنیاتون بهشت باشه، بعد اونجا بهشت داشته باشه. قبل از اینکه دنیاتون بهشت باشه، باید درونتون بهشت باشه تا دنیاتون بهشت باشه. پس اول بهشت تو سینه لازمه، بعد دنیاتون بهشت میشه، بعد اون بهشت فردوس نصیبتون بشه. در بهشت فقط آرامشه، فقط صفا و صمیمیته، فقط محبته، هیچ عقده‌ای وجود نداره، هیچ عوارض منفی وجود نداره. روبروی هم تختای از تختای بهشتی نشستن، اتوماتیک میاد بالا میره پایین. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا، درسته شیخ؟ علی سرر متقابلین. هر جا اشتباه خوندم بگید. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. خداوند میگه ما وقتی که بهشتیان وارد بهشت میشن، هرچی غل و کینه و حقد و حسد از سینه‌هاشون میکشیم بیرون. این دل میشه پاک بهشتی. روبروی هم رو تختای بهشتی میشینن، از محبت و نگاه هم دیگه سیر نمیشن. سبحان الله. این تخت خودش میره بالا میاد پایین، شاخه درخت با میوه‌هاش با خوشه‌هاش میاد کنار دهنشون. سبحان الله. لعابتون سرازیر شده، آب دهنتون کم کم داره سرازیر میشه، بوی بهشت داره میاد ها. اشکال نداره 4 قطره اشک هم بریزید برای وقتی این صحبت ها میشه دلتون هوایی بشه، هوای فردوس اعلی بشه. اونجا اسمش دارالسلامه. یه دارالسلام هم داریم پایتخت بروناییه. اون دارالسلام یه چیز دیگه است، پایتخت برونایی یه چیز دیگه است. اون دارالسلام فادخلوها بسلام. سبحان الله. دیگه بزرگترین لذتی که بهشت اصلا فراموش میشه، هوش و حواس از انسان تو بهشت میگیره
وقتی که خداوند پرده بلند میکنه میگه من همون رب العالمینم که در دنیا رو به قبله می ایستادید. سبحان الله، انگار که بهشت فردوسی دیگه وجود نداره. اون دیگه چیه که انسان وقتی شایسته و لایق میشه که خداوند پرده رو بلند بکنه بگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. اون روز دیگه صورتهای همینجور میدرخشه. یه لامپ گازی تو صورت من بذارن چقدر روشن میشه صورت من؟ اگه سیاه و سبزم باشم سفید میشه. یه پروژکتور بذارن، نور افکنی بذارن تو صورت من، 10 تا بذارن تو صورت من چی میشه؟ اگه نور آسمان ها و زمین بذارن تو صورت من، اون الله الله نور السماوات والارض منعکس بشه تو صورت تو بهشت، دیوونه میشی. بهشت رو فراموش میکنی، جوی عسل فراموش میکنی، جوی شراب فراموش میکنی، جوی شیر رو فراموش میکنید. اون خوشه های میوه های متنوع و بهشتی فقط در اسم با میوه های دنیوی. هیهات بین انار بهشتی و انار، بین انگور بهشتی و انگور اونجا همش مزه است، شکم ورم نمی کنه. تو دهانت که میذارید نعمتهای بهشتی آب میشه، همون شو، فقط مزه است. نه اینکه 4 تا خرما خوردی یا 4 تا دونه انگور خوردی شکمت ورم بکنه دیگه نتونی بخوری، باید بری دستشویی. اونجا دستشویی نیست، کسی مدفوع نمیکنه، کسی ادرار نمیکنه، فقط مزه است. اینا شما رو دیوانه نمیکنه؟